برای قبول خدمتچیان دولتی در مقامات اجرایی شهرنویه‌ها و ولایت‌ها در تاجیکستان لیمیت مقرر کرده شد. از این بابت شماره منصبداران در حکومت‌های تمام ولایت از شهرنویه‌های تاجیکستان نباید از 8143 نفر بیشتر باشد. لیمیتی بیش از 8000 منصبداران دولتی در تاجیکستان با یک قرار حکومت جمهوری تصدیق شده است که روز 30 مارس وزارت عدلیه آن را به نشر رساند. طبق این قرار شماره منصبداران هر یک شهرنویه در علاوه‌دگی معین شده است. برای مثال شماره منصبداران در ولایت بدخشان با همه نویه‌هایش 162 نفر تعیین شده است. ولایت‌های بزرگتری به مثل سوغد و ختلان 407 و 511 منصبدار خواهند داشت. اکثر شماره منصبداران مقامات شهر و نویه‌های دوشنبه 175 نفر معین گردیده است. این تنها امور خدمتچیان مقامات محلی است که وزارت اداره‌ها شامل آن نیست. بنا به اطلاع اجانس خدمت دولتی در تاجیکستان عین زمان 19239 خدمتچی دولتی کار میکنند. به نظر داشت اهالی کشور که عین زمان 8 میلیون و 965 هزار نفر است، بر سر 466 اهالی در تاجیکستان یک خدمتچی دولتی رسمی می‌آید. دلشاد مولویف کوخشناس و پژوهشگر تاجیک روز 1 اپریل گفت خدمت دولتی در تاجیکستان نیاز به اصلاحات دارد تا ثمره بخشی کار منصبداران بالا برده شود. اما مسئولان اداره‌های دولتی مربوط به انتخاب و جابجاگذاری کادر در تاجیکستان میگویند حالا خدمتچیان دولتی از طریق عثمان به کار گرفته میشوند و افراد تصادفی صاحب کرسی نخواهند شد. جمعه دولتov رئیس اجانس خدمت دولتی میگوید حالا خدمتچیان دولتی بر اساس 14 پرینسیپی که قانون معین کرده است به وظیفه دولتی پذیرفته میشوند. یک مایه انتقاد جامع از خدمتچیان دولتی رشوه‌ستانی آنها باقی میماند. اخیراً آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا در یک تحقیقات آمار منصبدارانی را نشر کرد که یک عده آنها سالهای طولانی در یک مقام کار میکنند. آژانس گفت در یک جا باقی ماندن این منصبداران باعث به فساد میشود. این آژانس در تاجیکستان نزدیک 500 مقامدار را پیدا کرد که به مدت از 5 تا 15 سال در یک مقام فعالیت دارند. اما کارشناسان میگویند با تغییر منصبداران نمیتوان فساد را در تاجیکستان کاهش داد و باید برای خدمتچیان دولتی آلترناتیو مقرر شود تا آنها را از فساد باز دارد. آژانس ضد فساد به مقامات دستور داد که برای جلوگیری از حالت‌های فساد منصبداران باید مکان کارشان را عوض کنند.